سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قرار براتون 5 تا از تقریبا از نظر خودم بهترین بازی بتل رویال رو برای گوشی معرفی کنم، برای گوشی های ضعیف. برو بریم. خب بازی اول لیستمون راکت رویاله. این بازی یه بازی خوب بتل رویال کم حجم برای گوشی های ضعیفه. این بازی فکر نکنم بیشتر از 200 مگینا باشه. این بازی سعی کرده خودشو شبیه فورتنایت بکنه، از شیلد زدنش بگیر، بیلد کردنش و بعضی گاناش و اینا. بعدش توی این بازی شما یه هدف دارید، اونم اینه که 2 تا اندینگ داره، 2 تا پایان داره. یکی که همه رو بکشید و خودتون زنده بمونید. دومیش اینه که شما با استفاده از سنگ آهنایی که میریزه اونا رو با پتکتون خورد میکنید. هر وقت تعداد اونا به 100 تا رسید، زیاد سخت نیست، آسونه. هر وقت به 100 تا رسید اون موقع شما میتونید یه سفینه فضایی بسازید و فرار بکنید، همینطور که دارید تو تصویر میبینید. بعدش هم این بازی واقعا با دوستاتون بازی کنید، خیلی خفنه، خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم با دوستاتون بازی کنید. حالا شاید طریقه وصل شدنش رو با دوستاتون ندونید که بعدا توی ویدیوهای دیگه آموزشش رو میذارم. خب بریم سراغ بازی دوم. خب رسیدیم به بازی دوم، زوبا بتل رویال حیوانات. این بازی فوق‌العاده است، واقعا هم گوشی ضعیفی میخواد. این بازی کلی کرکتر حیوانات داره، از روباه و گوریل و تا شیر و عقاب بگیر و سوسمار و اینا. هر کدومشون هم ابیلیتی های خاصی دارن. واقعا بله، میبینید بازی با اینکه 2 بعدیه ولی قابلیت پرواز داره، بی‌نظیره. این بازی هم برای گوشی های ضعیف بسیار مناسبه. خب بریم سراغ بازی سوم. این بازی بتل رویال خیلی خوب، عالیه. من توی چیز دیدم، توی مارکت دیدم، اسمش نبرد بزرگ سلطنتی بود. این بازی بسیار گرافیک باحال خنده‌داری داره، واقعا خیلی گرافیکش باحاله و کلا یه بازی بتل رویال خاصه. اگه میخواید یه بازی بتل رویال خاص پلی بدید که خیلی خفن باشه و زامبی مود داشته باشه و دیگه چی بگم بهتون، سریع تموم بشه و زیاد حوصلتون سر نره، من این بازی رو بهتون پیشنهاد میکنم. و کلی هم چیز داره، مودای مختلف، همونطور که میبینید کلی مود داره، کلی پیشنهاد میکنم. بریم سراغ بازی چهارم. خب رسیدیم به بازی چهارم. این بازی 2.5 بعدی خوب، خوراک کساییه که وقت زیادی برای بازی نرن و میخوان تو 5 دقیقه یه مچ از این بازی رو بازی کنن. واقعا خیلی سریع تموم میشه، عالیه، مخصوصا کساییه که حوصله زیادی نرن واسه بازی. بعدش هم این بازی 3-4 تا مودم داره و کلی اسکینای باحال، همونجوری که میبینید از ذرت و مرغ و پاندا و فلان و اینا بگیر برو تا تهش. خب بازی پنجم، قول مرحله آخر آوردم واسهتون. خب بازی آخرمون پابجی لایت. شاید شما بگی پابجی لایت که سیستم قوی میخواد، گوشی قوی میخواد، ولی من میگم نه آقا، من خودم رو بدترین گوشی خودم بازی میکردم، راحت بالا میومد. پیشنهادش میکنم، واقعا بازی خوبیه. واقعا مثلا رو گوشی A10 و اینا راحت بالا میاد، خیلی بازی خوبیه، واقعا عالیه. دیگه پابجی دیگه نیازی به تعریف نداره، همه میدونن چه شاهکاریه. بریزید و تجربهش کنید.